اصولا وقتی بیرونی، سر کاری یا حتی خوابی یا حتی با دوستات بیرونی یا داری خوش میگذرونی، بیشتر نگرانت اینه که الان تو خونمون چه خبره. مخصوصا اگه یه بچه کوچولو یا پت داشته باشی. حالا چرا؟ چون اگه شب باشه ممکنه کوچولوت از خواب بیدار شه و تو متوجه نشی، یا مثلا بیرون خونه باشی و سگ چوب به پارس کردن بکنه و همسایه‌ها رو دیوونه کنه ولی بازم تو متوجه نشی. راه حلش این دوربینه که قراره بهت معرفی کنم. حالا چرا؟ چون نه تنها دوربینه بلکه حساس به صدا و حرکت هم هست و حتی این قابلیت رو داره که صدای خودت هم پخش میکنه. مثلا اگه شب باشه و کوچولو گریه بکنه یا حتی تکون بخوره یا بیرون باشی و سگ توی خونه پارس بکنه، از طریق اپلیکیشن که داره بهت نوتیف میده. تنها کاری که نیاز بکنی اینه که اپلیکیشنش رو بریزی، دوربیناتو به برق وصل بکنی و به راحتی دو تا دوربینی که داخل جعبه هست و داخل اپلیکیشن شناسایی کنی. حالا وقتی وارد اپلیکیشن بشی میتونی به راحتی تنظیمات دوربین رو تغییر بدی و اگه دوست داشتی حساسیتش رو به حرکت یا صدا رو فعال یا غیر فعال کنی. فرقی هم نمیکنه که دوست داری خونه‌تون رو شب چک کنی یا صبح. در هر صورت کیفیت دوربینش خیلی خوبه و قابلیت زوم شدن هم داره. اگه وارد گزینه تاچش بشی به راحتی میتونی صحبت بکنی و دوربین صداتو پخش میکنه. اگه پت تنها حوصله‌اش سر رفته یا داره پارس میکنه میتونی باهاش حرف بزنی. ولی خب کنار همه این خوبی‌ها بعض وقتا هنگ میکنه و نیازه که حتما دوربین رو روشن خاموش کنی. من که ازش خیلی راضیم چون قطعا قرار نیست دوربین مدار بسته خونه‌ام باشه، ولی به جاش هم ارزونه هم کنار تمام این قابلیت‌ها دید 360 درجه و 90 درجه هم داره.